برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شما و من شالو گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتون. امروز 11 ایون است و این موضوع ها را داریم. دادگاه مسکو با حبس 6 زاده تاجیکستان امر کرد. سفارت تاجیکستان با حقوقی تحقیر بازداشت شده ها را خواست. ایوان گالونوف اتهامات را نسبت خود بافته می‌داند. خبرنگار روس میگوید مقامات او را به خاطر گزارش‌هایش جزا می‌دهند. وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدیدها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم. پدر لولا غلام و دیپلمات توجیک تبار میگوید هیچ پیش بینی نمی‌کرد دخترش در آمریکا با فوجای اویلوی روبرو می شود. افسوس‌ناکیم در قید میکرد مبلغ رو کرد و کرد. و یک دراما رو بسانه می‌گذاشتن مبلغ در کار شد فریز شد. دیروز دادگاه نویای چریوموشکی مسکو حکم کرد که 6 زاده تاجیکستان تا 8 август به حبس گرفته شود. این گروه با گمان دست داشتن در کشتار گشتنگیر روس سرگئی چویف در هفته گذشته دستگیر شدند. در نوار بازپرسی گمانبران میگویند که در حالت مستی قرار داشتند ولی معلوم نیست که این حرفات در چه شرایطی ثبت گردیده است. نظر وکیلان بازداشت شده ها دسترس نیست. از این پیشتر نشر عکس‌های تحقیرآمیز این 6 نفر در رسانه‌های روسی خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را در تاجیکستان برانگیخت. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید جریان تفتیش پرونده را تحت نظارت گرفته است. انتظار می رود دادگاه نویای اسماعیل سومانی به محاکمه پرونده کبیر کبیرов پردازد. پسر 19 ساله عوض کبیرов مالک بازار سلطان کبیر در ماه مارت امسال با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشینش نبرآمد و باعث مرگ همراهانش شد. این فاجعه در جامعه تاجیکستان باری دیگر به اثر و اطراف سر زدن صدمه‌های مرگبار با شرکت فرزندان مقامداران تاجیک گرم کرد. تفصیلات را از مولارجب یوسفی میشنویم. تفتیش قضیه کبیر کبیرov پسر عوضخان کبیرov مالک بازار سلطان کبیر به انجام رسیده است. کبیرov 19 ساله در سر زدن صدمه متهم دانسته می شود که باعث مرگ 2 نفر شد. یک منبع معتمد در اداره پلیس دوشنبه روز 11 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش پرونده کبیر کبیرov را به انجام رسانده و آن را به دادگاه ارسال کردند، اما منبع گفت فعلا سنه شروع مرافعه دقیق نیست. حادثه صدمه کبیر کبیرov شب 23 مارس در خیابان مرکزی شهر دوشنبه رخ داد که بر اثر آن 2 همراه 19 ساله او جان دادند و خود کبیر کبیرov با 1 نفر مسافر دیگرش جراحت برداشته بودند. نزدیکان کبیر کبیرov در صحبت با رادیو آزادی گفتند وضع او خوب است. سلطان کبیرov عمک کبیر کبیرov در صحبت با رادیو آزادی گفت جانش فعلا در بازداشتگاه است و از چیز شکایت ندارد. نسبت کبیر کبیرov 19 ساله با قسم 3 ماده 212 کادر جنایی تاجیکستان یا ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث مرگ 2 نفر گردید پرونده جنایی باز شده بود و از روی این اتهام از او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مولارجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. رو می‌رویم به موضوع دیگر. خبرنگار روس ایوان گالونوف با حکم دادگاه تا 2 ماه دیگر در حبس خانگی میماند. خبرنگار را روز 6 ایون دستگیر کردند و او با فروش مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف میگوید مقامات میخواهند به این وسیله از او برای گزارش‌هایش درباره فساد و رشوه‌خوری در بین رهبران بلندپایه نقار بگیرند. موضوع را عبدالله اشوروف ادامه می‌دهد. روزنامه‌نگار ایوان گالونوف با اشک در چشمانش در پس پنجره تالار دادگاه ظهور نمود. او با قاچاق مواد مخدر متهم می شود، ولی بسیاری ها بر این نظرند که اتهام جلوی سیاسی دارد. خبرنگار سامانه مستقل مدوزا 6 ایون به حبس گرفته شد. مفتشان میگویند از بارخلطه گالونوف مواد مخدر سنتتیکی مفندرون و از مکان زیستش تجهیزات تولید این مواد را پیدا کردند. گالونوف همکارانش و فعالان سیاسی تاکید میکنند که این عیبنامه ساخته خصاص گزارش های گالونوف درباره فساد در مقام های بلند دولتی می باشد. وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدیدها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم. ازدحام طرفداران گالونوف حکم رهایی از بازداشت را با کفگویی پیشواز گرفت، ولی گالونوف تا 7 آگوست یعنی آغاز مرافعه در حبس خانگی خواهد بود. وکیل گالونوف میگوید این تنها شروع کار است. این آغاز مبارزه است.
ما باید ثابت کنیم که ایوان گناه ندارد. همه چیز در پیش است. 8 ایون برای تشخیص طبی گالونوف را به شفاخانه انتقال دادند. وکیلش میگوید که در بازداشت گالونوف را لطوکوب کردند، ولی منصبداران این عیبنامه را قبول ندارند و طبیبان هم بعد معاینه ابراز داشتند که این روزنامه‌نگار به معالجه نیاز ندارد. بازداشت گالونوف باعث سر و صدای زیاد شد. 7 ایون 10 نفر در نزد قرارگاه پلیس مسکو برای اعتراض انفرادی جمع شدند. این یگانه نوع اعتراض است که برای تشکیل آن اجازتنامه پیشکی ضرور نیست. من باور دارم که این قضیه ساخته‌کاری شده است. این قصاصگیری برای تحقیقات گالونوف است. من او را 12 سال باز میشناسم. او نشأمند نیست. الکل هم استعمال نمی کند. در زادروزم او فقط پیوای بدون الکل نوشید. او احتیاطکار بوده، از چارچوب قانون بیرون نمی شود. پلیس چند تن از اعتراضگران را بازداشت نمود. روز سه‌شنبه 3 روزنامه معروف روسیه در صحیفه اولشان شعار ما ایوان گالونوف هستیم را نشر کردند. در همین حال سامانه مدوزا کاردهنده گالونوف شهادت‌هایی از طرف پلیس مطرح شده را مورد شبهه قرار داده اصرار می‌ورزد که عکس‌ها را در جای دیگر گرفتند، نه مکان زیست گالونوف. بعد این اظهارات پلیس مسکو عکس‌ها را از سامانه‌اش خارج کرد. Ситуация с Ваней во всех смыслах уникальная. حالتی که ایوان با اون گرفتار شده است بی سابقه است. از یک طرف ما شاهد اغوا و حمله بربری بالای ایوان شدیم. از سوی دیگر شاهد دستگیری و همدلی روزنامه‌نگاران شدیم که هیچگاه مشاهده نکرده بودیم. Которому не просто там не прилипает, а человек с абсолютно безупречной репутацией. С другой стороны, мы никогда не видели такой поддержки, такого единения журналистов, которые возмущены до глубины души. صرف نظر از بازداشت ها، روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتند که 12 ایون به خاطر دستگیری از گالونوف راهپیمایی تشکیل کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. نزدیکان لولا غلام و دیپلمات تاجیکتبار امریکا تصمیم دارند برای ویدیو با او به واشنگتن سفر کنند. در دوام 3 روز افراد خیرخواه برای 2 دختر نابالغ این دیپلمات تاجیک $70,000 جمع‌آوری کردند. با این همه پدر او ظریف غلاموف حقوق‌شناس و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان در صحبت با زرانگیز نوروزشاه و براد یوسفی گفت که بنابر نداشتن امکانیت نمیتواند که دخترش را برای آخرت گسیل کند. پدر لولا غلامова یک زن 45 ساله تاجیک که از سوی شوهرش در شهر واشنگتن آمریکا قتل شد، از فاجعه کشته شدن دخترش 2 روز بعد از حادثه خبر یافته است. شب دخترشم هدیه زنگ زد که دادا خودت به دست بگیر، هم خیلی فاجعه روی داده است. بعد گفتم چیکار من گفتم که صدمه نقلیاتی روی داده. لولا تا 24 سالگی زیر تربیه یک جایه پدر و مادر بوده است. بعداً والدان او از هم جدا شدند و لولا و خواهرانش زیر تربیت مادر بودند. اما زمان پدر و مادر لولا از هم جدا شدند و الکه بزرگ و مستقل بود. دخترچه من اصلا از صنف یکم در جریان زبان انگلیسی آموخته رفت. بعد از ختم کردن قدر درک تشکیلات بین کار کرد و بعد اینستیتوت بروکلین رفته داخل شده، کسبی اقتصادی بین خلقی گرفته، در بانک جهانی اول کار میکرد. لولا با گفته پدر قبل از داخل شدن به دانشگاه بروکلین 3 سال پی هم به دانشکده آموزگاری دوشنبه حجت سپرد، ولی ناکام شد. از 14 سالگی در دسته رقصی زیبا هم میرقصید. با شوهرش زمان دانشجویی شناس شده است. یک وقت در کار بودم که تلفن کرد که پدر من شوهر میکنم، شخص دوست داشتم رو یافتم. من کارمند وزارت کار خارجی است، اختصاصش جغرافیا، گیوگرافیا درس میداده است و هرچند من نمیخواستم عرف و عادت و عنعنه و گفتن که پدر گفت خودت ما را مستقلانه حیات آموزاندی، آزادانه رفتار کردی، من همین جوان رو دوست داشتم و شوهر. بعد توی کردن در واشنگتن، در مراسم توی و سفیر پیشتره امریکا در تاجیکستان گرین اشتراک کرد و آمدن یک چند بار آمدن، بسیار خرسندانه زندگی میکردن.
خوشبختانه 2 دخترچه دارد. لولا بعد ازدواج با شوهرش در چند کشور دنیا به صفت نماینده تجارتی امریکا کار کرده است. یک چند سال در شهر بامبی همچون نماینده سودای چودی ایالات متحده آمریکا کار کرد. از اونجا دهلی اومد، از دهلی مدرس رفت، از اونجا مسکو اومد، از مسکو بوگشت رفت، از سر نو دهلی رفت، بعد سینگاپور رفت، از آخرین بار تایوان رفت، از تایوان بعد امریکا رفتن و دیگه خبر ندارم که کجا باید میرفت. پدر لولا با این فرضیه که گویا سبب بحث دخترش با شوهر تصمیم 4 سال برای کار به اروپا رفتنی او باشد چندان باور ندارد. با فکر من این خیلی نیست، چون که چندین سال از همدیگر جدا کار میکردم. مثلا وین اتشه در مصر بود، دختری من در بامبی بود، و در کدام یک کشور دیگر بود، دختری من در سینگاپور بود. باری آخر لولا همراه شوهر و فرزندان 4 سال قبل به تاجیکستان آمده است. هرچند با پدر رابطه تلفنی زیاد نداشت، اما همیشه به او کمک مالی میکرده است. مثلا 70 سالگی در قید میکرد، مبلغ روی کرد و کرد. و یک درام رو به صحنه میگذاشتن، مبلغ در کار شد، فرستاد و همه وقت با من دستیاری در رو میکرد. حالا خواهر و مادر مرحوم تصمیم دارند برای ویدا با لولا غلامووا به امریکا سفر کنند. اما حالا معلوم نیست که سرنوشت آینده 2 دختر نابالغ 9 و 12 ساله لولا چی می شود و آنها را کی پرستاری خواهد کرد و آیا به تاجیکستان می آیند یا در امریکا خواهند ماند. ساکنان محله در شهر کولاب از کار قصابان به اصطلاح بداد آمدند. آنها میگویند سالهاست که در یک محیط به سر میبرند که آنها را عصبانی میکند و به سلامتی فرزندانشان زیان میرساند. به گفته مردم با وجود جریمه و منع فعالیت چند قصابخانه، قصابان به کار خود ادامه میدهند و پرتاب خون چاروای کشتهشان را به محله تماشتپه میریزند. محمود جان رحمتزاده وضع را به نوار گرفت و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند. چند سال است از بوی خون و باقی مانده های جسم چاروای ذبح شده مردم محله تماشاتپه شهر کولاب رنج میبرند. آنها میگویند تلاش‌هایشان برای از بین بردن این عامل ناراحتی بی‌نتیجه بوده است. این ما بیتون که من بیتون قطع میروا زیادش جو میروانی او شهر میروا. با قول ساکنان باقی مانده چاروای ذبح شده را قصابان اینجا میپرتایند که در نزدیکی آن دکان گوشت فروشی دارند. اینم ساعت 10 اینم ساعت 4 5 تا به همجا بیا برنامه خدا خفیده نمیتونه، اینم 6 تا نمیتونه با. منزل ضیاءالدین دمینوف نزد این پرتوگاه است. برای آن که اینجا چیزی نپرتایند شب نمیخوابد. با خدا قسم ساعت 10 شب موشه خفیدم، 9 شب موشه خفیدم که قسم میخوره نمیارم میگه که با این پرتیته. مردم میگویند از بالای اعمال قصابان چند بار به مقامات شکایت کردند اما وضع تغییر نیافته است. ناظران دولتی تازگی شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند به 10 قصاب دستور دادند که دیگر باقی مانده های چاروای ذبح شده را در این مکان نپرتایند. نسبت 10 نفر قصابخانه و نسبت کارمندان قصابخانه پروتکل قرنطینه معمولی ترتیب دادیم و نسبت 8 نفر دیگر قرار من کردن فعالیت قصابخانه ها برای جایگزین نمودن به طلبات قاعده معیاری سانیتری فعالیتشون منع کرده شد. در شهر کولاب 1 سال پیش برای قصابان مکانی ذبح چاروا تأسیس دادند اما قصابان به این مرکز نمی روند، از اعمال قبلی دست نمی کشند چون که برای ذبح چاروا در مرکز باید از 5 تا 20 سامانی بپردازند. و مغفرت همراه قول و واسخان معروف توجیک روز 20 میلیون در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی برگزار میکند. در این باره اسمت الله خالزاده هنرمند سابقه‌دار کشور در صفحه فیسبوک خود خبر داده است. بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی میتوانید گزارش رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی در www.azadi.org دسترس است. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه مخصوص خود را دارد. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میشود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.